سلام علیکم وطن عزیز. من از زنهای غیر عادی می باشم که بینید که بعد از اون که مرا تجاوز کردم من شکست نخوردم و پیش حرکت کردم. الحمدلله. یکمش دویمش که من علم گرفته به وطن آمده پدر مادر صاحب شدم. دیدید. سومش که بررسی من آمده به آدمو نمیگم که من خونه باید کنم، من لباس خوشرو باید پوشم، مثل زنها مثل که علام میکنن و گیرم میکنن که من مثل مرد کار میکنم. من مثل مردم کار کردگیم، مثل زنم کار کردگیم، مثل هم انسانی که در این جهان کار کردگیم. همه کار کردگیم، ورسگی میگم که شما کردگیم، معلمگی، دکتری، همه چی کار کردگیم. من تربیتگر. خب بعد آن است که من در همین چی میگن غیر عادی بودن من فرق کردنیم از دیگه زنها این است که من گیره اون حالا کده به شما زوره نمیکنم که مرا یاردم کنین. ای وای 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 این خانم این درمه نه. برای چی؟ برای که دوایت قرآن آمده یکی مومینا به درستی که برادری هم دیگر هستند. ما به خاطر خداوند باید یاردم کنیم، به خاطر الله تعالی، به خاطر خداوند کسی که یاردم میکنیم و ما پاداش هم میگیریم دیر یا نزدیک. دیر یا نزدیک میگیریم پاداش. من کسی که یاردم کردم در تاجیکستان پول کار میکردم. من پولی کلان کار میکردم. من 2000 روم تا 2018 پولی کلان کار میکردم. مادر احمدی میگه که اگر فیروزه پولش جمع کنه خودش قصر میسازه. لیکن من اینجا برای خونه قصر ساختن نیت نکرده بودم. فقط میگفتم که این پولی خداوند مرا دادگیه، باید که برای به خاطر خدا آدم را یاردم کنم. من دویم آدم را یاردم میکردم. مثال که شده میارم که تعریف نمی مثال آوردم که من کار میکردم. من هم در مکتب کار میکردم، هم دکومنت پیرود میکردم. در وقت خونه آماده در دو جا کار میکردم. تو نصف روزی در جا درس میدادم، پس از نصف روزی در جا درس میدادم. بله. شب در خانه آمده با کامپیوتر دکومنت ترجمه میکردم. دکومنت های پروای ماشین، اتستا، دیپلم، هم خیلی چیزا رو ترجمه میکردم از زبان عربی به تاجیکی، تاجیکی به عربی، تاجیکی انگلیسی، انگلیسی تاجیکی ترجمه میکردم. من سومی سومونی بعد از میدادن مرا، دلار میدادن در عوض کارم، پولی روبل میدادن. لیکن کسی که پیش من میومد که من مشکلی دارم کنم خیلی پول برآورده کنم خیلی میدادن. میگفتن چند قضیه در کار اگر حساب کنی باقی مونده شما در من خیلی آدمو دارم کردم. اما آدم خوش اومده گفته یعنی که اومدگی پیش شما پول حساب کرده نیست، نه پیش اومدگی سوم گفته یعنی چقدر که در کار گیرینه، چقدر که مثلا که زیادی مونین رفتیم. برای که من خیلی سرکاری بودم که آدمو قطعی خیلی روبروش تا گپ زدم نمیتونستم که من بیوسم حساب کردم. ولی حاضر ما که در این حالت که اومدگی خداوند مرا با یاری کسی یاردم میکنه. شما که خیلی گپ پس بالا نزنین، یکی دم نزنین، نزنین گپ پس بالا نزنین. خداوند مرا با یک من به شما باید که مراجعت کنم که به شما یاد نگه که ای اپا ما رو نگفتیم شما رو یاردم میکردیم. من پیش نمیگذارم. خیلی فعل دارم. یک خیلی آدمای خمون تو جوگم که ای میگفته یاردم تو میکردیم چی با می 50 روبل چیه برای 50 روبل گفتین تو جوگو که اگه دکه زدیس نودم ورا میباشن که بیزی بهم خیلی مزه واسه داریم کو برای 50 روبل مرا گفته شما گفتید تو نیکتو کدیسین. من شما خیلی انتظار ندارم. بعد میگه که مراجعت میکردین ملت دیگه رو مراجعت نکنین. تو جوکو چوکا دیگه که یاردم تو نمیکنم. کنی یاردم کنی میدون از دلیل برای 50 رو خدا پس بالا نداریم. فهمیدین؟ من هیچ وقت برای چی میگن آدمو خم زیبایی من نشون نمیدم که فرق من دیگه زنها زیبایی من موی سرم کریم کنیم و سرم کشی من نشون نمیدم که آدمو هست مسلمان ساعت پشو بلوگی رو که کریم کنیوشون نشون میتین. من نی من لباس شما این متریال خیلی خریدم نشون نمیدم برای که من بنده خداوند هستم. من خاکسار. الله تعالی خاکسار رو دوست میداره. الله تعالی آدمای خاکسار رو دوست میداره. من که خداوند که دوست کی بداره مشکل مرا با واسطه کسی حل میکنه. لیکن من شما رو با شما میخوام شناسیدن. من که شناسیدم که در اودیتوریوم چگونه انسان ها هسته. در اودیتوریوم بسیار آدمای مکتب نخوندگی بودستین. مکتب نخوندگی و آدمی میگه مکتب نخوندگی باشه که گپای نجو نمیزنه. یک کس مکتب نخوندگی هم گپی ناجوز عصب شناس رو گفته. عصب شناس در کار باشه اما آدم خودش رود. ما هر سال از روسیه دیسپنسریزاسیون با پروگی آدمای 45-50 بالا با پروگی میگذاریم. از پسیکیاتر، از نوروپاتولوگ، از نارکولوگ همه چی میگذاریم. خندم گرفت گپای آدمی که عصب شناس رو گفتی که کامپیوتر مستفید کنیم نمردیم. خیلی آدم‌ها رو با دیاگنوز آنلاین موندگی رو دیدیم. آنلاین دیاگنوز مدیسین نیست که آدمو دیاگنوز مونی. آنلاین خیلی ندیده آدم هیچ کس حقوق نداره از نقطه نظر تیپ چی مونه دیاگنوز مونه.
میروی ابسلیدران میگذرونن بعد دیاگنوز میمونن. گفتم البته مادری که ای خدا ما اگه نه نخونده دیاگنوز میمونن تا نخونده برده در قبر گور میکنن و میگن ای صبر نکرد تو خد میکرد نمیمرد صبر میکرد کسلا گفتم نمیشه. این آدمایی هستن که گفتم البته چه که دیوونه بده که منشو میگفت در پسیکاتر خونه هستن نمیخواد آدم چی میمونن دیاگنوز میمونن. خب لایک подписаться فراموش نکنید. подписываем.